بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره أنت أحق من يحمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان محترم و معزز و مکرم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان هستم در قسمت 68می برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. قسمت گذشته ما در مورد نماز ویتر بود، در مورد حکم نماز، فضیلت نماز ویتر و حکم نماز ویتر و وقت نماز ویتر در قسمت گذشته خدمت شما عزیزان در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این مطالب را عرض و بیان کرده بودم و این قسمت هم به ادامه قسمت گذشته در مورد تعداد رکعت های نماز ویتر و همچنین در مورد اینکه کدام صورت ها در نماز ویتر افضل و بهتر یا سنت است که خوانده شود و همچنین در مورد دعای قنوت که کدام دعا از دعای قنوت و حکم خواندنش چی است و همچنین در مورد قضا آوردن نماز ویتر از پیش کسی که فوت میشه نماز ویتر چگونه باید قضا بیارد و چه وقت باید او را قضا بیارد. این مطالب را در روشنایی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما در این قسمتی از برنامه عرض و بیان خواهم کرد. در مورد تعداد رکعت های نماز ویتر از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی از 1 رکعت تا 11 رکعت ثابت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 1 رکعت هم خواندن و 3 رکعت هم خواندن و 5 رکعت هم و 7 رکعت هم و 9 رکعت هم و 11 رکعت هم. از فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و همچنین از قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این چیز ثابت است. از جمله این حدیث است که اصحاب سنن و امام ابن حبان رحمت الله علیهم از صحابی جلیل القدر ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الوتر حق علی كل مسلم من احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحده فلیفعل. که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ویتر حق است، لازمی است بر بالای هر مسلمان که هر مسلمان باید نماز ویتر را بخواند. کسی که خوش داشته باشد که 5 رکعت ویتر بخواند این کار را بکند و کسی که خوش داشته باشد که 3 رکعت ویتر بخواند این کار را بکند و کسی که خوش داشته باشد که 1 رکعت ویتر بخواند این کار را بکند. یعنی میتواند که انسان مسلمان 1 رکعت ویتر را 1 رکعت بخواند یا 3 رکعت بخواند یا 5 رکعت بخواند و حق است، حق اسلام و شریعت است بر بالای اینکه این ویتر را بر بالای شخص مسلمان که این ویتر را انجام بدهد. و همچنین در مورد 3 رکعت بودن ویتر این حدیث دلالت میکند به اینکه ویتر 1 رکعت هم است، 3 رکعت هم است و 5 رکعت هم است. و همچنین در مورد 3 رکعت ویتر چون ادنای کمال 3 رکعت است، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیشتر 3 رکعت را میخواندند و همچنین احادیث متعدد در مورد 3 رکعت آمده که امر به خواندن 3 رکعت کردن. از جمله حدیث عایشه صدیقه رضی الله عنها که ایشان فرمودند ما كان رسول الله صلی الله علیه و سلم یزید فی رمضان ولا فی غیره على 11 رکعه، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در رمضان و در غیر رمضان از 11 رکعت نماز بیشتر نمیخواندند. چه در رمضان می بود چه در نماز غیر رمضان می بود. قیام لیل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز شبشان 11 رکعت می بود. یصلی 4 فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اول 4 رکعت میخواندن، 4 رکعت میخواندن به این معنا که 4 رکعت را یک جایی میخواندن یا به این معنا که 4 رکعت را 2 رکعت میخواندن و این مناسب تر است چون در حدیث دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یا این بیان این مفهوم مناسب تر است چون در حدیث دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است که فرمودند که صلات اللیل مثنا نماز شب 2 رکعت است. پس این حدیث عایشه صدیقه رضی الله عنها مفهومش این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 2 رکعت 4 رکعت نماز را می‌خواندند و بعد از 4 رکعت نماز باز یک کمی راحت می‌کردند
و بعد از او خسته 4 رکعت دیگر را میخواندن و باز کمی رکعت میکردن و بعد از او 3 رکعت وتر را میخواندن. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرماید که فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، تو از حسن و طول این نماز، از زیبایی و درازی این 4 رکعت نماز هیچ سوالی نکن. به این معنا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این 4 رکعت نماز را اینقدر زیبا میخواندن و اینقدر طولانی و دراز میخواندن که به هیچ کس خفیه نبود، برای همه کس هویدا و آشکار بود که ضرورت به سوال از این نبود، لذا تو از این سوال نکن. یا به این معنا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینقدر زیبا و اینقدر طولانی میخوان این 4 رکعت را که تا اصلا طاقت خواندن از او را نداره که از این امر سوال بکنی. یا خارج از قدرت دیگر انسان هاست که نمیتواند که حتی از این حسن و زیبایی این 4 رکعت یا از طول این 4 رکعت سوال بکند. ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن و طولهن. بعد این 4 رکعت را میخواندن، کمی راحت میکردن و بعد از او 4 رکعت دیگر را میخواندن که تو هم از حسن و زیبایی و طولانی بودن این 4 رکعت هیچ سوالی نکن. و این دلالت به این میکند که این طولانی بودن و یا زیبایی بودن نماز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از خیال بیرون بود که از او سوال کرده نمیشد. ثم يصلي ثلاثا. بعد از او 3 رکعت نماز میخواندن. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرماید که قلت یا رسول الله اتنام قبل ان توتر، ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آیا شما قبل از اینکه خواب میشن، قبل از اینکه ویتر میخوانن خواب میشن؟ و این دلالت به این میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از خواندن این 4 رکعت اخیری یک کمی بر پهلوی خود میخوابیدن، دراز میکشیدن و بر پهلوی خود میخوابیدن و بعد از او کمی راحت میکردن و بعد از او خسته 3 رکعت دیگر را میخواندن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب حضرت عایشه فرمودند که ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، چشمان من خواب میشود و قلب من خواب نمیشود. خواب من مانند خواب شما نیست که بر پهلو خود را انداختم هم چشمم خواب برود و هم قلبم. وقتی که چشمای من به خواب میرود قلب من بیدار است، لذا این خواب من شکننده وضو نیست. و همچنین در مورد اینکه نماز ویتر 5 رکعت هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخواندن یا امر به خواندن از او کردن. حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است، از جمله حدیث است که امام مسلم و امام ابو داود و امام ترمذی رحمت الله علیهم از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنند که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی من الليل 13 رکعه یوتر من ذلك ب5 لا یجلس فی شیء الا فی آخره، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب 13 رکعت میخواندن که 5 رکعت آن نماز ویتر میبود، یعنی 8 رکعتش نماز تهجد میبود و 5 رکعت آن نماز ویتر میبود که این 5 رکعت را فقط در رکعت آخر می نشستند، یعنی 5 رکعت را یک جایی میخواندن و در وسط قعده نمیکردن و فقط بعد از خواندن 5 رکعت فقط در رکعت آخر قعده میکردن. لذا علما قولشان این است که اگر شخصی میخواد که 5 رکعت بخواند افضل و بهتر است که با یک سلام بخواند و در وسط قعده نکند. و همچنین در مورد 7 رکعت هم احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است، جمله حدیثی که امام احمد و امام نسائی و ابن ماجه از صحابی جلیل القدر از ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها روایت میکنند که ایشان فرمودند کان النبی صلی الله علیه و سلم یوتر ب7 و ب5 لا یفصل بینهن بسلام ولا کلام، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم با 7 رکعت ویتر میخواندن و هم 5 رکعت، یعنی ویتر را هم 7 رکعتی میخواندن و هم 5 رکعتی، و وقتی که ویتر 7 رکعتی یا 5 رکعتی میخواندن در بین این 7 رکعت یا 5 رکعت سلام نمیگشتاندن یا قعده نمیکردن، بلکه 5 رکعت یا 7 رکعت را با یک سلام و با یک قعده اخیر میخواندن. لذا قول علما همچنان که قبلا گفتیم این است که وقتی که انسان میخواد که 5 رکعت یا 7 رکعت بخواند افضل و بهتر است که با یک سلام و با یک قعده آن را بخواند. و همچنین در مورد 1 رکعت هم احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است، از جمله حدیث ابن عمر رضی الله عنهما که حدیث متفق علیه است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند صلات اللیل مثنا مثنا، نماز شب 2 رکعت است و به معنای 2 رکعت به این معنی که
که دو رکعت خوانده میشود، چون در صحیح مسلم آمده که دیگر صحابی از ابن عمر راوی حدیث پرسیدن که معنای مثنا مثنا چی است. ایشان فرمودن که یسلم فی کل رکعتین، بعد از هر دو رکعت باید سلام بگرداند. فاذا خشی احدکم الصبح صلى ركعة واحدة توتر به ما قد صلى. وقتی که یکی از شما میترسه که نمازی که فجر بر آن طلوع کند، یعنی وقتی فجر داخل شود، میتوند که یک رکعت نماز را یا نماز خود را با خواندن یک رکعت وتر خاتمه بخشد. و این حدیث دلالت به این میکند که نماز وتر وقتی که صبح قریب شود و نمازگزار خوفی از این را داشته باشد که صبح بر بالای طلوع میکند، در او صورت یک رکعت نماز وتر میخواند. و احادیث دیگری هم آمده دلالت به این میکند که یعنی خواندن یک رکعت وتر مختص به این است که قبل از طلوع فجر باشد، یا این نمازگزار بترسد که فجر بر او طلوع کند. حتی در وقتی که بعد از نماز عشاء یا در نیمه شب یا در آخر شب، هر وقتی که میخواد وتر بخواند، اگر یک رکعت میخواند اشکالی ندارد، چون در حدیثی که امام مسلم از ابن عمر رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الوتر رکعة فی آخر اللیل، نماز وتر یک رکعت در آخر شب خوانده می شود. و همچنین حدیث ابو ایوب انصاری که قبلا خدمت شما عرض کردم که فمن اراد ان یوتر بخمس فلیفعل و من اراد ان یوتر بثلاث فلیفعل و من اراد ان یوتر بواحد فلیفعل. این هم دلالت به این میکند که یک رکعت وتر در هر وقت مشروع است. و احادیث دیگری هم همه دلالت به این میکنند که خواندن وتر از یک رکعت تا 11 رکعت که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قولا و فعلا ثابت است، هیچ اشکالی ندارد که انسان یک رکعت بخواند که اقلش است، و یا 3 رکعت و یا 5 رکعت و یا 7 رکعت و یا 9 رکعت و یا 11 رکعت، لیکن افضل و بهتر خواندن 3 رکعت است، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیشتر به این مداومت میکردند. و در مورد اینکه در نمازهای وتر کدام سوره مشروع یا افضل یا سنت است که خوانده شود، بنا به احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است، در 3 رکعت وتر در رکعت اول افضل و بهتر یا سنت است که سوره سبح اسم ربک الاعلی خوانده شود، و در رکعت دوم سوره قل یا ایها الکافرون، و در رکعت سوم سوره قل هو الله احد. و این مطلب در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است، از جمله حدیثی که امام احمد و ابو داود و امام نسائی صحابی جلیل قدر ابی بن کعب رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی و قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با خواندن این 3 سوره سبح اسم ربک الاعلی و قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد وتر خود را انجام میدن. این 3 سوره را در 3 رکعت وتر میخواندند که در رکعت اول سبح اسم ربک الاعلی را میخواندند، و در رکعت دوم قل یا ایها الکافرون، و در رکعت سوم قل هو الله احد را. و همچنین امام ابو داود و امام ترمذی از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنند که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقرأ فی الرکعة الاولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در رکعت اولی وتر سبح اسم ربک الاعلی را میخواندند، و در رکعت دوم وتر قل یا ایها الکافرون را میخواندند، و در رکعت سوم وتر قل هو الله احد و معوذتین قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را میخواندند. و لفظ معوذتین در بعضی روایت ها وارد شده و در بعضی دیگری وارد نشده، و الفاظی که در معوذتین آمده بعضی علما قولشان این است که این روایات ضعیف است، لذا اکتفا در رکعت سوم فقط به خواندن قل هو الله احد می شود، و افضل و بهتر و سنت این است که در 3 رکعت وتر در رکعت اول سبح اسم ربک الاعلی، و در رکعت دوم قل یا ایها الکافرون، و در رکعت سوم قل هو الله احد خوانده شود. و بعد از دیدن یک میانبر کوتاه دوباره خدمت شما دوستان عزیز هستم با ادامه این مطلب در روشنایی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. با ما باشید. صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن
صلاتك سكن لهم والله سمیع علیم. بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه نمایی و برایشان دعا کن. به راستی دعایت مایه آرامش آنهاست و الله شنوای داناست. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد هستم خدمت شما بینندگان نهایت محترم و مکرم و معزز. با ادامه مطلب سابق در باره نماز ویتر که در مورد تعداد رکعات های ویتر و همچنین در مورد که کدام صورت ها افضل است که در نمازهای ویتر خوانده شود خدمت شما دوستان عزیز در اول برنامه عرض بیان کردم. و در مورد قنوت ویتر که حکمش چی است، در نماز ویتر مشروع است که انسان نمازگزار در رکعت آخر دعای قنوت را بخواند. آیا این قنوت خواندنش واجب است و یا سنت است و یا همیشه خوانده می شود و یا تنها در ماه مبارک رمضان خوانده می شود؟ قول جمهور علما صاحبین ابو حنیفه امام یوسف و امام محمد از جمله صاحبین امام ابو حنیفه و همچنین امام احمد و روایتی در مذهب امام شافعی این است که خواندن قنوت در نماز ویتر سنت است در تمام سال. در تمام سال و رمضان از این مستثنا نیست. در تمام سال خواندن قنوت ویتر در رکعت آخر نماز سنت است. و مذهب امام ابو حنیفه، خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رأیشان این است که خواندن قنوت ویتر و خواندن دعای قنوت در ویتر واجب است. و قول مذهب امام مالک رحمت الله علیه یا قول امام مالک رحمت الله علیه این است که ویتر فقط در رمضان، خواندن دعای قنوت در ویتر فقط در رمضان مشروعیت دارد و در ده اخیر رمضان مشروعیت دارد و در دیگر وقتها مشروع نیست. نماز ویتر بدون قنوت در دیگر وقتها خوانده می شود و در ده اخیر رمضان با خواندن دعای قنوت. و مذهب امام شافعی رحمت الله علیه این است که در تمام سال خوانده نمی شود بلکه فقط در نیم آخر رمضان. و روایتی هم دارند که در کل رمضان خوانده می شود اما در تمام سال دعای قنوت در ویتر خوانده نمی شود. به هر صورت مذهب جمهور علما صاحبین ابو حنیفه و امام احمد و امام شافعی در یک روایت و اکثر دیگر علما رأیشان این است که خواندن قنوت مشروع است در تمام سال در نماز ویتر و حکمش سنت مؤکده است که خوانده شود. اگر از پیش کسی ترک شد سجده سهو بر بالای از او واجب نمی شود چون واجب نیست بلکه سنت مؤکده است. اما که در کجا خوانده شود و به این اتفاق نظر دارند که در رکعت اخیر خوانده می شود و فقط اختلافشون در این است که آیا قبل از رکوع خوانده شود و یا بعد از رکوع. بیشترین علما قولشان این است که قبل از رکوع خوانده شود. بعد از اینکه قرائت ختم می شود قبل از رکوع دعای قنوت خوانده می شود و این رأی از جمله از عمر بن الخطاب و علی بن ابی طالب و عبدالله بن مسعود و ابو موسی اشعری و عبدالله بن عمر و ابن عباس و همچنین از امام ابو حنیفه و اصحاب رأی و اسحاق و امام احمد در یک روایت این قول روایت شده است. و قول دیگر این است که بعد از رکوع، بعد از اینکه انسان به رکوع می رود از رکوع بلند می شود قبل از اینکه به سجده می رود در اینجا دعای قنوت را در ویتر می خواند و این قول هم از حضرت ابوبکر صدیق و عثمان بن عفان و سعید جبیر از جمله تابعین و امام شافعی و امام احمد در یک روایت این قول روایت شده است. و هر دو مطلب در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است. پس اشکالی ندارد که قبل از رکوع بخواند و اشکالی ندارد که بعد از رکوع بخواند. و اینکه قبل از رکوع خوانده شود در حدیثی که امام نسائی و ابن ماجه از صحابی جلیل القدر ابی بن کعب روایت میکنند این مطلب آمده که حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه میفرمایند که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یوتر فیقنت قبل الرکوع که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعای قنوت را میخواندند، دعای ویتر میخواندند و دعای قنوت را
قبل از رکوع میخواندن در نماز ویتر، البته در رکعت اخیر. و همچنین امام ابن ابی شیبه رحمت الله علیه در مصنف از تابعی جلیل القدر علقمه روایت میکند که ایشان فرمودند ان ابن مسعود و اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم كانوا یقنتون فی الوتر قبل الرکوع. این تابعی جلیل القدر علقمه میفرماید که ابن مسعود و دیگر اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز ویتر دعای قنوت قبل از رکوع میخواندند. و در مورد بعد از رکوع، کسایی که قولشون بعد از رکوع هست دلیل گرفتن به حدیثی که امام بخاری او را از روایت میکند که شخصی از انس بن مالک پرسان کرد اخنت النبی صلی الله علیه و سلم فی الصبح، آیا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز صبح دعای قنوت را خواندن؟ حضرت انس بن مالک فرمودند که نعم، بله، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این کار را میکردند. این سائل یا پرسنده پرسان کرد که او قنت قبل الرکوع، آیا قبل از رکوع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قنوت میخواندن؟ انس بن مالک فرمودند که بعد الرکوع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعای قنوت را در نماز فجر بعد از رکوع میخواندند. این اصحاب این قول گفتند که این روایت اگرچه در مورد نماز صبح آمده لیکن نماز ویتر هم به او قیاس می شود، لذا در نماز ویتر هم دعای قنوت بعد از رکوع خوانده می شود. و عده علما هم قولشان این است که در نماز ویتر دعای قنوت را قبل از رکوع می خواند، اما اگر شخصی در نماز صبح یا در نماز مغرب یا در نمازهای دیگری دعای قنوت نازله خواند، در او صورت بعد از رکوع این دعای قنوت را می خواند. اما در مورد صیغه دعای قنوت یا دعای قنوت که کدام دعا از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است، از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعای متعددی ثابت است که در قنوت می‌خواندند، لذا قول علما این است که هر دعایی که در قنوت بکند اشکالی ندارد. از جمله و اگر خود را انسان ملزم بکند با دعایی که در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است، این هم اشکالی ندارد و افضل و بهتر است. و از جمله حدیث است که امام نسائی و ابو داود از حسن بن علی رضی الله عنهما سبط رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت کردند که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم علمه ان یقرأ هذا الدعاء في القنوت، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حسن بن علی رضی الله عنه را تعلیم دادن که این دعا را در قنوت بخوانند که اللهم اهدنی فی من هدیت و عافنی فی من عافیت و تولنی فی من تولیت و بارک لی فی ما اعطیت و قنی واصرف عنی برحمتک شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک فانه لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت استغفرک اللهم من جمیع الذنوب والخطایا و اتوب الیک. پس این دعا از حسن بن علی رضی الله عنه ثابت است در ابو داود، در سنن ابو داود و همچنین در سنن نسائی و علما از جمله امام البانی حکم به صحت این حدیث کردند و این حدیث صحیح و ثابت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به نوای خود حسن بن علی تعلیم دادند که در نماز ویتر این دعا را بخوانند که اللهم اهدنی فی من هدیت و عافینی فی من عافیت و تولنی فی من تولیت و بارک لی فی ما اعطیت و قنی واصرف عنی برحمتک شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک فانه لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت استغفرک اللهم من جمیع الذنوب والخطایا و اتوب الیک. و همچنین امام ترمذی رحمت الله علیه از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که علی بن ابی طالب رضی الله عنه فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز ویتر در آخر قنوت ویتر این دعا را میخواند که اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، که وقتی که دعای قنوت را میخواندند در آخر این دعا را هم میخواندند که اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک، ای بار الها من پناه میجویم بر رضای تو از غضب تو، ای بار الها من پناه میجویم بر رضای تو از غضب تو و بمعافاتک من عقوبتک و با عفو بخشش تو از عقوبتت و پناه میجویم بر رحمت تو از عذابت. و همچنین در روایت متعددی از فعل صحابه کرام ثابت است که ایشان در آخر دعا درود میفرستند بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پس آنچه که ثابت است این است که اول دعا میکند انسان مسلمان
و در قنوت، دعای قنوت در ویتر، و افضل است که دعایی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است و حسن بن علی تعلیم داد این دعا را بخواند و بعد از او این دعا را بخواند که امام علی رضی الله عنه او را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردند اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک و بعد از او بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درود بفرستد و اگر دعای دیگری را هم خواند اشکالی ندارد. و امام ابن ابی شیبه رحمت الله علیه در مصنف و همچنین عبدالرزاق، امام ابن الرزاق در مصنف خود روایت میکنند که عمر بن الخطاب رضی الله عنه، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه در نماز فجر این دعا را میخواندند که اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر كله نشكرك ولا نكفرك نخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. و عده از علما گفتند که این دعا اگرچه در قنوت صبح ثابت است اما قنوت ویتر هم به این قیاس می شود و در قنوت ویتر هم اگر این دعا را بخواند اشکالی ندارد. و در مصنف ابن ابی شیبه آمده که این دو دعا اللهم انا نستعینک و یا همچنین اللهم ایاک نعبد دو سوره از قرآن کریم بودند که نسخ شدن، دو سوره از قرآن کریم بودند که حکمشان نسخ شده و در ابتدا بودن و بعد از او نسخ شدن که یکی به نام سوره خلع بود، دیگر به نام سوره حفت. و در مورد قضای ویتر اگر شخصی از با فکر از اینکه نیمه شب میخزد یا آخر شب میخزد نماز میخواند، در خواب رفت، نماز ویتر از پیشش قضا شد، آیا قضایی دارد یا ندارد؟ این مطلب هم در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است. جمله حدیثی که امام مسلم از عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا غلبه نوم او وجع عن قیام اللیل صلى من النهار 12 رکعه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احیانا اگر ایشان به سبب خواب یا به سبب بیماری و مریضی به نماز قیام اللیل خسته نمیتونستند، نماز تهجد را و وتر را نمیخواندند، نماز تهجد و وتر خود را در روز قضا می آوردند و 11 رکعت که در شب میخواندن آن را در روز 12 رکعت میخواندن، به این معنا که 8 رکعت نماز تهجد را میخواندن و نماز ویتر که در شب 3 رکعتی بود او را از طرف روز 4 رکعت میخواندن، چون در روز ویتر غیر نماز مغرب دیگر نماز ویتری نیست. لذا اگر قول علما این است که اگر از پیش شخصی نماز ویتر از طرف شب روی بیماری یا روی در خواب میرود قضا میشود، از یادش میرود قضا میشود، میتونه که در روز با نماز اشراق بعد از اینکه آفتاب طلوع میکند وقتی نماز اشراق داخل میشود در وقت بخواند، لیکن 3 رکعت نمیخواند چون در ویتر در روز نماز ویتر نیست، نماز طاق نیست غیر از نمازی یا نماز فردی نیست غیر از نماز مغرب. لذا اون 3 رکعت را مبدل به 4 رکعت میکنند، 4 رکعت نماز ویتر را از طرف روز قضایی میارد. و این از قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم ثابت است در حدیثی که امام نسائی، اصحاب سنن و امام احمد از صحابی جلیل قدر ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من نام عن الوتر او نسیه فلیصلیه اذا اصبح او ذکر. کسی که شب در خواب می رود و نماز ویتر را خوانده نمیتواند یا نماز ویتر از یادش می رود فراموش میکند، پس باید آن را بخواند وقتی که از خواب بیدار می شود یا اینکه به یادش می آید. پس این فعل هم از فعل رسول این چیز هم از فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است و هم از قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است. لذا افضل و بهتر است که از شخصی که نماز ویتر به خاطری که در خواب می رود از شب از پیش قضا می شود یا بیماری عادی از او می شود یا از یادش می رود، از طرف روز آن را میتواند که قضا بیارد یا افضل و بهتر است قضا بیارد، لیکن قضای از او 4 رکعت می باشد، 2 رکعت جدا و 2 رکعت جدا. در اینجا وقتی این برنامه ما به پایان می رسد و احکام و آداب و فضائل ویتر هم در اینجا به پایان می رسد و در قسمت آینده با بیان احکام دیگری از احکام نمازهای نفلی یا تطوعی در روشنه احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ان شاء الله تعالی در خدمت شما خواهم بود. تا به او وقت الله حافظ و نگهبانتان. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.